سلام به کانال صفر، خوش اومدید. در طول تاریخ هزاران نفر از تجربه‌های حیرت‌آور سخن گفتند. تجربه‌هایی که از مرزهای زندگی فراتر میره، از دیدن نورهای خیره کننده و عبور از تونل‌های تاریک گرفته تا ملاقات با موجوداتی اسرارآمیز و دریافت پیام‌هایی که زندگی اونها رو برای همیشه تغییر داده. آیا این اتفاقات فقط زایده ذهن‌های ما هستند یا نشانه‌های واقعی از وجود روح، معنویت و جهانی پس از مرگ؟ در این ویدیو به بررسی داستان‌های واقعی افرادی می‌پردازیم که تجربه‌های نزدیک به مرگ داشتند. لینچبرگ، ویرجینیا، 10 نوامبر 2008. دکتر ابن الکساندر، یک جراح مغز و اعصاب مجرب که با دردی شدید در کمر و سرش به بیمارستان منتقل میشه. پزشکان بعد از یک آزمایش نخاعی متوجه میشن مغز او توسط عفونتی کشنده به نام مننژیت باکتریایی کاملا تحت کنترل قرار گرفته. مردمک‌هاش واکنشی نشون نمیدادند و نئوکورتکس او به شدت آسیب دیده بود. دکتر الکساندر جان بسیاری را نجات داده بود، اما حالا او بی‌دفاع در برابر باکتری‌های کشنده قرار گرفته بود. پزشکان متوجه میشن که امیدی برای نجاتش نیست، اما زمانی که همه چیز به پایان رسیده اتفاقی عجیب رخ میده و در نهایت دکتر الکساندر یک بهبودی شگفت‌انگیز تجربه میکنه. و از اون عجیبتر مجموعه‌ای از احساسات غیر قابل توجیه که دکتر الکساندر معتقده در دوران کما تجربه کرده. او بعد از بهبودی میگه وقتی در کما بودم حس کردم توسط نوری سفید که به آرامی میچرخید به زندگی برمیگردم که با یک ملودی موسیقی همراه بود. حس میکردم که از طریق یک تونل حرکت میکنم و بیرون از مرزهای فضا و زمان بالا میرم. آیا این اتفاقات و دیدگاهی که بسیاری از ما به زندگی پس از مرگ دارند فقط یک توهمه؟ در طول تاریخ میلیون ها نفر در شرایط اینچنینی تجربه های مشابه داشتند. تجربه هایی که با نام تجربه نزدیک به مرگ شناخته میشن. افرادی که از مرگ بازگشتن داستان هایی روایت می کنند از عبور از تاریکی، دیدار با موجودات نورانی و حتی پیام هایی که اونها را به بازگشت به زندگی هدایت کرده. آیا اینها فقط داستان های خیالی هستند یا نشانه واقعی از وجود روح و زندگی بعد از مرگ؟ خود دکتر الکساندر که پیش از این یک دانشمند معتقد به دیدگاه‌های کاملا مادی‌گرایانه بوده میگه بعد از این تجربه به یقین رسیدم که ما موجوداتی روحانی و ابدی هستیم. بدن‌های فیزیکی ما تنها ابزاری هستند که به روح ما در این سفر کمک می‌کنند. سیاتل، واشنگتن، دسامبر 1976. جویس هاکس، یک زیستشناس برجسته و محقق، در آرامش خانه‌اش یک شنبه عادی رو سپری میکنه. اما در اون روز خاص حادثه‌ای رخ میده که برای همیشه مسیر زندگیش رو تغییر میده. جویس در حال جارو برقی کشیدن به یک باره با سقوط یک پنجره شیشه‌ای سنگین روبرو میشه. ضربه‌ای شدید و تاریکی مطلق. او میگه ناگهان تونلی طولانی و تاریک پیش روم ظاهر شد که در انتهاش نوری خیره کننده بود. احساس کردم که به سمت اون کشیده میشم. از نور گذشتم و وارد مکانی شگفت‌انگیز شدم. جایی با تپه‌های نرم و رنگ‌هایی بی‌نهایت زیبا. اما ناگهان همه چیز تموم شد و وقتی به هوش اومدم روی زمین اتاق نشیمنم بودم. در ماهای بعد از این تجربه نزدیک به مرگ، جویس تلاش میکنه تا به زندگی عادی خودش و آزمایش‌های علمیش برگرده، اما طولی نمیکشه که میفهمه زندگیش دیگه هرگز مثل قبل نخواهد شد. جویس میگه بعد از اون اتفاق متوجه شدم که میتونم داخل بدن آدم‌ها رو ببینم و میتونم مشکلات و بیماری‌های اونها رو تشخیص بدم. او تصمیم میگیره کارش در آزمایشگاه رو رها کنه و به مردم کمک کنه و از زیرزمین خونش به عنوان اتاق درمان استفاده کنه. در یکی از موارد زنی به سراغش اومد و جویس تونست یک تومور کوچک رو
در نقطه دقیق داخل بدن او ببینه. او زن رو تشویق میکنه که فوراً به پزشک مراجعه کنه و این تشخیص باعث میشه اون زن از یک سرطان بسیار جدی جان سالم به در ببره. دانشمندان میگن بسیاری از افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن توانایی‌های عجیب و فراتر از درک عادی پیدا میکنن. توانایی‌هایی مانند دیدن بیماری‌ها، پیشبینی آینده و یا حتی در مواردی شفا دادن دیگران. برای دانشمندان مادیگرا این مسائل کاملا غیر ممکن به نظر میاد، اما گزارش‌های بیشماری از افرادی وجود داره که بعد از تجربه مرگ با چنین توانایی‌هایی بازگشتند. جویس هاکس باور داره که چیزی فراتر از مغز فیزیکی ما وجود داره. او میگه این فقط نورون‌ها و سلول‌های مغزی ما نیستند، یک آگاهی بزرگتر، یک نیروی نامرئی و چیزی فراتر از ماده وجود داره که زندگی ما رو هدایت میکنه. ریچموند، ویرجینیا، 5 سپتامبر 2005. دیوید شوارتز به دلیل مشکل سلامتی به بیمارستان مراجعه میکنه. در ابتدا او فکر میکنه که تنها به یک عفونت گوش ساده مبتلا شده، اما پس از مراجعه به بیمارستان متوجه میشه که وضعیتش بسیار جدی‌تره. مدتی بعد پزشکان بعد از بررسی وضعیت او اعلام میکنند که به دلیل نارسایی کلیه‌ها و قطع شدن جریان خون به مغز، دیوید به مرگ مغزی دچار شده و هیچ امیدی به بهبود او وجود نداره. خانواده دیوید با شنیدن این خبر ناامید میشن. در این بین اونها با اسکارت هاینبوش آشنا میشن و از او کمک میگیرن. اسکارت هاینبوش زنیه که ادعا میکنه پس از تجربه نزدیک به مرگ در دوران کودکی قدرت‌های درمانی خاصی پیدا کرده. اسکارت به بیمارستان میره تا به دیوید کمک کنه و چیزی که اتفاق میفته فراتر از هر توضیح علمیه. اسکارت میگه وقتی دیوید رو دیدم حس کردم او رو میشناسم. یک ارتباط روحی بین ما بود که با تمام وجود حسش کردم. او بیهوش بود و من دستش رو گرفتم و احساس کردم در یک دنیای دیگه هستم و روح او به بدنش برگشت. بعد از این حادثه دیوید هوشیاریش رو به دست میاره و احساس میکنه که اسکارت رو میشناسه و انگار که از قبل درباره او اطلاعاتی داشته. پزشکان و پرستاران هیچ توضیحی برای بهبود سریع دیوید ندارن. اونها فقط بهبودی او رو یک معجزه میدونن، ولی دلیل علمی برای اون ندارن. الان دیوید 2 کلیه سالم داره و باور داره که ارتباط روحی بین خودش و اسکارت زندگیش رو نجات داده. آیا داستان‌های مثل این و تجربه‌های نزدیک به مرگ نشونه‌هایی از وجود روح هستند؟ آیا واقعاً این ارتباط‌های غیرعادی میتونن دلیلی بر وجود چیزی فراتر از دنیای مادی باشن؟ محققانی که این موارد رو بررسی کردن با اطمینان میگن بله. همه موجودات زنده بالاخره روزی میمیرن، اما اونهایی که باور دارن به دنیای دیگه‌ای وصل شدن معتقدن مرگ پایان نیست، بلکه راهیه به سوی یک شروع تازه. دکتر هاکس میگه خیلی ها میگن اینها فقط توهم مغزه، ولی من مطمئنم چیزی فراتر از سلول های مغزمون وجود داره که خیلی عمیق تره، یک آگاهی که هنوز ناشناخته است. ممکنه نیروها و انرژی هایی وجود داشته باشن که هنوز نتونستیم اونها رو کشف کنیم و شاید هیچ وقت هم نتونیم که اونها رو چطور توجیه کنیم. به نظر شما آیا ارتباط های روحی که در این افراد شاهد بودیم ممکنه واقعاً وجود داشته باشه؟